امشبم همراه منی و این خودش قشنگترین حس دنیاست. وقت خوابه. وقتیه که همه چی آروم میشه. چراغا خاموشن. فقط شاید یه چراغ خواب کوچیک گوشه اتاق روشن باشه. میخوام تو این سکوت شب یه قصه برات بگم. قصه‌ای که از دل حکایت‌های سعدی بیرون اومده. حکایتی درباره یک مرد پارسا، مردی ساده، مهربون و مهمون نواز و مهمونی که ناخونده سر از خونه کوچیک اون در میاره. پس اگه هندزفری تو گذاشتی و آروم زیر پتو دراز کشیدی، بریم سراغ قصه امشب. بذار قصه دستتو بگیره و ببره به دل یه شب بارونی. جایی که چراغ کمرنگ یه خونه محقر امید یه مسافر خسته میشه. روزگاری در یکی از شهرهای قدیمی ایران مردی پارسا زندگی میکرد. مردی که همه اهل محل به پاکی و نیکنامی میشناختنش. اسمش یوسف بود. یوسف مردی ساده دل بود. زندگی ساده‌ای داشت. توی خونه خشتی کوچیک در حاشیه شهر. نه مال و منالی، نه سفره‌های رنگی. اما یه چیزی داشت که خیلی ها نداشتن. دل آروم، لب خندون و قلبی سرشار از مهربونی. اون روز مثل هر روز دیگه یوسف از بازار گذشت. نون خشکی خرید، مشتی خرما، کمی هم عدس برای آش شب. وقتی به خونه برگشت، آسمون گرفته بود. بادی تند وزید و ابرهای سیاه شهر رو تو سایه فرو بردن. یوسف نگاهی به آسمون کرد و گفت خدایا بارونت برکته. هر چی بخواد بباره خیر و خوبی توشه. شب شد. بارون تند میبارید. رعد و برق پشت سر هم آسمون رو روشن میکرد. یوسف توی خونه کوچیکش نشسته بود. چراغ روشن کرده بود و مشغول آماده کردن آش ساده عدس بود. بوی آش توی فضای خونه پیچیده بود. همین موقع صدای در بلند شد. یوسف اول فکر کرد باد در رو تکون میده. ولی دوباره صدا اومد. یوسف چراغ رو برداشت به سمت در رفت و گفت این وقت شب کی میتونه باشه؟ در رو که باز کرد دید مردی غریبه خیس زیر بارون ایستاده. ریش و موهاش خیس خورده، لباسش خاکی و گل‌آلود. چهرش خسته، اما چشمهاش پر از خواهش. مرد با صدایی لرزون گفت سلام بر توی برادر. من مسافرم. راه گم کردم. بارون غافلگیرم کرد. جایی برای موندن ندارم. میشه امشب رو پناهی پیش تو داشته باشم؟ یوسف لبخند زد. گرچه سفرش خالی بود اما دلش پر بود. برگشت گفت خوش اومدی.
این خونه هر چی که داره مال تو هم هست. بفرما داخل. غریبه با قدردانی وارد شد. لباساش از خیس بودن میچکید. یوسف زود پارچه‌ای آورد جلوش گذاشت و گفت اینو بگیر. لباستو خوش کن بشین کنار آتیش. غریبه نشست. نگاهش دور تا دور خونه رو گرفت. خونه ساده بی هیچ تجملی اما پر از آرامش. یوسف رفت سر دیگ کوچیک عدس. کمی آب اضافه کرد. مشتی برنج توش ریخت. بعد رو به مهمون گفت سفره ما رنگین نیست ولی نونمون پاکه. همین آش ساده رو با هم میخوریم. مهمون سرشو پایین انداخت. لبخندی زد و گفت برادر همین که پناهم دادی بزرگترین نعمت بود. یوسف کنارش میشینه و میگه چی شد به این شهر اومدی؟ از کجا اومدی؟ داستان سفرت چیه؟ تا غذامون آماده شه میتونیم کلی حرف بزنیم. مهمون کم کم دلش باز میشه. میگه من توی سفرم. خیلی جا رفتم. خیلی خونه ها کوبیدم. بعضی ها در و روم بستن. بعضی ها فقط نیم نگاهی کردن و رد شدن. اما تو با اینکه چیزی نداری در رو باز کردی. چراغت رو جلو آوردی. انگار خدا خودش منو فرستاد اینجا. یوسف خندید و گفت مهمون عزیز خداست. منم چیزی بیشتر از یه مشت عدس ندارم. ولی دل خوش دارم. وقتی غذا آماده شد یوسف سفره کوچیکی پهن کرد. نون خشک، کاسه‌ای آش، یه بشقاب خرما. مهمون با ولع شروع کرد به خوردن. بعد از سیر شدن چشماش پر از اشک شد و گفت من هیچ وقت این شب رو فراموش نمی کنم. تو با کمترین بیشترین رو بهم دادی. یوسف در جوابش گفت برادر این سفره برای 2 نفره ولی دل ما برای 1000 نفر جا داره. قصه ما همینجا تموم میشه. حکایت مرد پارسا و مهمان ناخوانده یادمون میده وقتی با محبت و مهمون نوازی همراه باشه از 1000 سفره رنگین ارزشمندتره. پس مهم نیست سفرمون چقدره. مهم اینه که دلامون چقدر بزرگ باشه. همانطور که در داستان مرد پارسا دیدیم مهمان ناخوانده گاهی درس بزرگی به ما میدهد. یادمان میآورد که مهربانی و پذیرش دلها را آرام میکند. حالا قدم به خانه دیگر بگذاریم. خانه یعقوب مرد مهربانی که همیشه مهمانهای زیادی داشت و میان آنها جوانی به نام سامان هم بود و درست در روزهای مهمان بودن یک بسته عجیب و پر از پیام محبت آمیز مسیر زندگی آنها را کمی شیرین تر می کند. خانه یعقوب خانه قدیمی با دیوارهای آجری و پنجره‌های چوبی بود. گوشه‌ای از خانه پر از کتاب‌های کهنه و یادگاری‌های مسافران گذشته. یعقوب مردی 50 ساله
با ریش سیاه و پرپشت و چهره‌ای آرام و مهربان بود. او همیشه با رویی باز و لبخندی گرم مسافران را می‌پذیرفت. یک روز وقتی یعقوب در حال ریختن چای در فنجانش بود، صدای زنگ در بلند شد. با تعجب به در نگاه کرد و دید جوانی 25 ساله، لباسهای ساده اما مرتب ایستاده و کمی خجالت زده. جوان گفت: سلام، آیا می توانم کمی از مهمانخانه شما استفاده کنم؟ یعقوب که همیشه دلش برای غریبه ها نرم می شد، لبخند زد و گفت: بفرمایید. چای تازه دم هم هست. جوان وارد شد، خود را معرفی کرد و گفت: اسمم سامان است. راهی طولانی آمدم. گرسنه و خسته هستم. یعقوب با احترام گفت: خسته نباشی جوان. خوب شد آمدی. بشین چایت را می آورم و غذایی برای خوردن. بعد از چند دقیقه چای روی میز رفت و جوان و مرد میان سال مشغول گفتگو شدند. سامان پرسید: شهر شما همیشه اینقدر شلوغ است؟ یعقوب لبخند زد و پاسخ داد: همیشه شلوغ نیست، اما مردم ما پر از حرف و داستانند. کم کم گفتگوها گرمتر شد. یعقوب از خاطرات قدیمش گفت، از مغازه‌های قدیمی، همسایه‌های عجیب و غریب و روزهایی که حتی یک توپ پلاستیکی می‌توانست بچه‌ها را ساعت‌ها سرگرم کند. سامان هم از سفرهای کوتاهش، روزهایی که در شهرهای دیگر گذرانده و آدم‌هایی که دیده بود، برای یعقوب حرف می‌زد. هر دو گاهی می‌خندیدند، گاهی سکوت می‌کردند و با چای گرم خاطرات را مرور می‌کردند. سامان پرسید: آقای یعقوب، شما همیشه انقدر آرام هستید؟ یعقوب در جواب گفت: نه، روزهایی بوده که من هم مثل شما نگران شتاب زده بودم. اما یاد گرفتم که زندگی گاهی فقط نیاز به چای و کمی صبر دارد. سامان که از آن مهمانخانه خوشش آمده بود، چند روزی ماندگار شد و پیش یعقوب ماند. روزهای بعد سامان بیشتر کنار یعقوب می‌ماند. آنها با هم به بازار می‌رفتند. از مغازه‌های کوچک و عجیب دیدن می‌کردند و با فروشنده‌ها صحبت می‌کردند. سامان علاقه زیادی داشت که کل شهر را ببیند و همیشه همراه یعقوب بود. شب‌ها یعقوب و سامان کنار هم می‌نشستند و چای می‌خوردند. یعقوب از گذشته‌اش، از روزهایی که تنها بود و کسی را نداشت تعریف می‌کرد. سامان هم از اشتباهات و ترس‌هایش می‌گفت. هر شب داستان‌ها عمیق‌تر می‌شد. گاهی سکوت می‌کردند و فقط به صدای باد و چراغ‌های کم نور گوش می‌دادند.
همانجا بود که فهمیدن دوستی واقعی یعنی پذیرش همراهی و مراقبت از هم، حتی وقتی هیچ چیز جز دل مهربان ندارید. یک صبح روشن صدای زنگ در خانه بلند شد. پستچی محله با کیف چرمی بزرگ جلوی خانه ایستاد و گفت: صبح بخیر، بسته‌ای برای عمو یعقوب. یعقوب بسته را گرفت و با کنجکاوی گفت: چه کسی چنین بسته‌ای برای من فرستاده است؟ پستچی در جواب گفت: نمیدانم. آدرس خانه شما بود و من برای شما آوردم. و رفت. یعقوب بسته را به داخل خانه آورد. سامان جلو آمد و گفت: بیایید با هم باز کنیم. شاید چیزی جالب در آن باشد. وقتی بسته را باز کردند، دیدم پر از نامه‌ها و هدیه‌های کوچک است. هر کدام با پیام محبت آمیز برای اهالی مختلف محله بود. یعقوب گفت: چه جالب، کسی تصمیم گرفته دل مردم را شاد کند. سامان با هیجان پاسخ داد: پس بیایید آنها را به صاحبانشان برسانیم. یعقوب و سامان با بسته‌ها به کوچه ها رفتند. اولین بسته را به پیرمردی که تنها زندگی می‌کرد دادند. پیرمرد با خواندن نامه چشمانش پر از اشک شد و گفت: هیچ کس حتی یادم نبود. این برای من است؟ یعقوب در جواب گفت: بله، این برای توست. در ادامه بسته ها را یکی یکی تحویل دادند. هر کدام با لبخند و کمی خنده. بچه‌ای بسته را گرفت و تا رسیدن خانه با آن بازی کرد. یکی دیگر با تعجب پرسید: اینها از کجا آمده؟ هر ماجرای کوتاه شیرین و پر از مهربانی بود و نشان می‌داد حتی کوچکترین عمل‌ها می‌توانند دل‌ها را روشن کنند. بعد از تحویل همه بسته‌ها، یعقوب و سامان دوباره کنار پنجره خانه نشستند و چای نوشیدند. هر دو خسته بودند. یعقوب گفت: می‌بینی سامان جان، یک بسته کوچک می‌تواند دل آدم‌ها را روشن کند. و آن کسی که این بسته‌ها را داد چه دل بزرگی داشت. سامان لبخند زد و پاسخ داد: واقعاً مهربانی همیشه جواب می‌دهد. روزها به همین آرامی می‌گذشت. یعقوب و مهمان‌هایش لحظاتی ساده و شیرین را تجربه می‌کردند. داستان‌ها و خاطرات کوچک زندگیشان را پر از رنگ و محبت می‌کرد. چند هفته گذشت. سامان تصمیم گرفت مسیر زندگی خود را پیدا کند و دوباره به شهرهای دیگر سفر کند. اما قول داد هر وقت گذرش افتاد دوباره مهمان یعقوب شود. سامان به یعقوب گفت: عمو یعقوب، من چیز زیادی ندارم، اما میخواهم به شما بگویم که حضور شما در زندگیم خیلی ارزشمند بود. یعقوب در جوابش گفت: سامان جان، هر کس که دلش مهربان باشد مهمان قلب من است. آن شب
که سامان رفت، یعقوب کنار پنجره نشست. چای خود را آرام نوشید. نگاهش به چراغ‌های شهر بود. فهمید که حتی یک مهمان کوتاه می‌تواند قلب آدم را روشن کند. دوست عزیز من، حالا که با یعقوب و سامان و بسته عجیب پستچی آشنا شدی، ببین چگونه مهربانی، پذیرش و همراهی می‌تواند زندگی را شیرین‌تر و دلها را آرام‌تر کند. هر یک از این داستان‌ها، حتی کوچکترین لحظه‌های زندگی روزمره، یادآور این است که دوستی و محبت بزرگترین هدیه‌ای است که می‌توان به خود و دیگران داد. زندگی همیشه پر از هیاهوست، اما کافی است قلبی آماده پذیرش و دوستی داشته باشیم. یک لبخند ساده بدهیم، یک گوش شنوا برای دیگران باشیم، یا حتی کاری کوچک مثل نوشیدن یک فنجان چای با یک دوست مهربان تا جهان کمی روشن‌تر شود. گاهی یک بسته کوچک محبت‌آمیز، یک گفتگوی ساده یا حتی حضور و آرام یک مهمان می‌تواند دلها را به هم نزدیک کند و خاطرات شیرینی بسازد که هیچگاه فراموش نمی‌شوند. به یاد داشته باش مهربانی و صبر نه تنها دیگران را شاد می‌کند، بلکه قلب خودت را هم آرام می‌کند. همانطور که یعقوب و سامان در کنار هم لحظات ساده اما پر از دوستی را تجربه کردند. تو هم می‌توانی در زندگی روزمره خودت لحظاتی بیابی که دلها را روشن و دنیای خودت را آرام‌تر کنی. حالا چشمانت را ببند، نفس عمیق بکش و با آرامش به خواب برو. بگذار خاطرات مهربانی، دوستی و دلنشینی که امروز شنیدی همراه تو باشد و فردا صبح با قلبی شاد، پر انرژی، آماده برای زندگی جدید از خواب بیدار شوی. شبت بخیر، خوابی آرام نصیب دلت.